ما میدانیم او کسایی که در مجامع مسلمان ها انفجار میکنه یقینا اسلام نیست. اسلام برای خود حدود داره. هر کس خود منسوب به اسلام بسازه این مفهومی از این نداره که گپ اسلام است و انگیزه از اسلام گرفته. نه وام نوکر است، وام نوکر است، و از اسلام هیچ معلومات نداره. و حدود نمیشناسه که در کجا قتل کدام شخص جایز است. اسلام برای خود حدود داره. از حدود باید مراعات شود. چرا نام اسلام بد میکنه که اسلام تروریسم است؟ امی مردمی که امین انفجارات میکنه باعث و انگیزش امین سردمدارای ظالم دنیا هست. چرا؟ به خاطری که اونجا میبینه طفل خوده، اونجا میبینه سیاسری خوده که کدام کار او قتلش میشه، از او خاطری عقده میگیره. باعث و انگیزش دوستی اسلام نیست. اسلام دین امن است. تمام هدایات اسلام مکمل دعوت به سوی امن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان تکمیل نمیشه تا وقتی که چیزی را برای خود میخوای برای برادری مسلمانت بخوا. شما بگوی اگر این احساس در هر فرد مسلمان باشه چیزی که به خود میخوای خلاص، به خود آدم چی میخواد؟ به خود آدم چی میخواد؟ سرفرازی، راحت، کامیابی، عزت، امن، همه چیزا را میخواد. همینطور چیز در برادر مسلمانت بخوا. اگر در یک مورد تو خلل واقع میکنی تو مؤمن شده نمیتونی. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماد لا یؤمن احدکم حتی یأمن جاره بوائقه. مؤمن شده نمیتونه یکی از شما تا که از ضررهای همسایه مکمل به امن باشه، احساس امن بکنه. یک طرف میره میگه که همسایه است و مثل برادر و مثل خود فکر میکنم. اینطور زندگی باید داشته باشه مسلمان. اندونزیا اسلام توسط جنگ ناورده، در افریقا اسلام توسط جنگ داخل نشده و از اخلاق و از روش امی مسلمان ها داخل شده. توی امروز میخیزی اسلام بدنام میکنی و این دین تروریستی مینامی.